چه کسی میگیم افسرده؟ کسی که اولا از هیچ چیزی لذت نبره. اون چی که تو کتاب‌های تخصصی می‌نویسه اینه، میگه از هیچ چیز یا تقریباً از هیچ چیز لذت نمیبره. آقا گردش نمیخوام، تفریح نمیخوام، بیرون رفتن نمیخوام، لذتی نمیبرم. ببین این یکی، این یه نکته که از هیچ چیز لذت نمیبره. یک. دوم، خلق تحریک پذیر. آدمای افسرده خیلی زود عصبانی میشن، خیلی زود. شما یه سوال معمولی ازش میکنید میبینید با عصبانیت جواب میده، با پرخاشگری جواب میده. یعنی با عصبانیت و پرخاشگری جواب میده. خلقش تحریک پذیره. این دوتا علامت از علامت‌های اصلیه. ولی حالا علامت‌های دیگر هم من خدمتتون میگم که 3 تا از علامت‌هایی که الان میخوام بگم به اضافه این دوتا که جمعاً میشه 5 تا باید در فرد وجود داشته باشه تا ما بگیم مثلا این طرف افسرده است. خب اولا اشتهاش یا خیلی کم شده یا خیلی زیاد شده، یا خیلی کم شده یا خیلی زیاد. وزنش یا کم شده یا زیاد شده. خوابش یا کم شده یا زیاد شده. کیفیت خوابش به هم خورده.